حسین دوباره قراره سرفکنده بشی. بله. جلوی من، جلوی تندی، جلوی همه چیز. همونطور که در ویدیوهای قبلی مشخص بود قراره من عنوان این قدرت هم برای خودم ثبت کنم و بشم اژدهای تند. امروز موضوع تندی و تحمله. 3 مرحله داریم با 3 آیتم مختلف. هر مرحله سخت‌تر میشه و اون کسی که دست به بستنی بزنه اعتراف باختن کرده و باخته. خب یعنی بستنی هم داریم. امشب مال منه. همیشه اول ویدیو همینو میگی. اولین باریه که گفتم تو ویدیو. داریم چند تا آیتم داریم؟ 3 عرض کردم. 3 مرحله داره، 3 آیتم داره، یک سخت‌تر میشه گفتم. بله. خب بریم چه کار میشه کرد. من دیگه روم نمیشه، انقدر بردم خسته شدم ولی نمیتونم. میدونی روحیه شستی پدست. شستی. نشستم نه بشوریم. ایرز الان چند تا باید بخوریم؟ حداقل نفری 2 تا. نفری 2 بابا ول کن. حالا که اینجوری شد نفری 3 تا. نه نفری 2 واقعا حس کنم میمیریم. نه اوکیه آقا جان قرار بود بردار خب باشه بردار مشخص میشه. نیست. آقا اصلا هیچ صحبتی نیست. میگم بخوریم ببینیم مشخص میشه. ببینیم آقا باز میبازی فقط الان این تندی رو میکشیم دهن ما سرویس میشه بابا. یه دونه کامل رو بخوریم. آره دیگه بخور. حالا یه دونه رو بخوریم ببینیم چجوری میشه. اشکالی نداره، نباید مثلا میمیکتو پنهان کنی. نه آره میتونی بگی سوختم ولی باید اذعان تسلیم شدن بکنی. من سکسکم میگیره. شینو بخوری تو بخور. یه دونه رو که باید کامل بخوری حداقل. وای سکسکم. آخه من بهش خدا رو شاکرم که نیومدم تو این ویدیو. آقا من دارم بهش میگم تو آخرش میبازی و اینو بخور. نه بخور اصلا عربتی نداره. خیرزو یاد رو بستن بیاری. چی کار میکنی؟ حالم بد میشه. باختی؟ نه با سکسکم گرفتم بخور. شیر بخور تو یخچال. داغ بود یا تو آب مدنی رو بخور. نه بستنی که بخوری که تمام. همین الان این ویدیو 1 دقیقه‌ای رو میذارم آبروتو میبرم. یواش شیر خوبی ها. آخه آب بدترش میکنه. وای من نمیدونم من با این آدم چی کار مونده بشم. قشنگ دهنت بچرخ شیر باشه. شیر میبره. اولیش داداش بیا بشین برو پدر. قرآن اینو بخور. اگه تو جفتک نزدی هر دو از یه جا کندن. بیا بشین. الان آقا میخوام این رو باشه این کارو رو کنم. نمیشه حالم بده چرا؟ تو ویدیو نگی شیر خورده. چیزی تسکو یکی من که جوهرتش رو دادم تسکو میگه فرق میکنه تونتر رو. داداش آخه چه فرقی میکنه؟ من نمیخوام خب فرق کنه. این باید بهت بخوره اینو. حسین اینو چجوری میخوای تموم کنی الان؟ حسین داداش بیا بیرون. تونده افتاده بودی. خیلی دارم میدی باحال میشه این سر اولیش میشه. محمد تو رو قرآن یه گاز کوچیک از فلفل من. الان نمی ادامه بریم؟ چرا؟ بیم. معلوم بود نه متریک اصلا پوکیدی. این خیلی بد بود. هنوز داره میسوزه. میکنی پشمام. ادامه نمیدیم؟ من دیگه نمیتونم فلفل بخورم. واقعا؟ به قرآن نمیتونم حالم بده محمد. شبه آتی. چون واقعا تلفات دادیم حسین پوکید. بذار من این بود. بذار ببینم چی میگه. تو رو قرآن همونجا بخور همونجا هم وایسته دوره دوره. اینقدر ناجور. اصلا اینی که من در مقالش خوردم شیرین بود. خواستم بگم اینو بزنین آخر. گوه خوردم من. بعضی از فلفل من گفتم اون سری اینجوری شدم از همین سبزا خورده بودم.
مثلا همینجوری میسوخت مجاری قدیمی همینجوری شده دیگه. من تو ویدیو که آب و حیثیتمون رفت. ولش کن ویدیو امشب می‌خری ویدیو دیگه می‌بینی. آیتم اول تلفات حسین رو دادیم، ویدیو با شکست مواجه شد. منم خوردم دارم آتیش میگیرم. خب بچه‌ها دیدید که محمد شکست و پذیرفت.